یکی از وعده‌های غذاییمو برای 4 روز دوره‌ای که دارم، نگفتم چه دوره‌ای دارم، دوره فیزیکال فیتنس، مربیگری فیزیکال فیتنس و خب خیلی برام مهمه. خیلی دنبال این دوره بودم و خب مدتی بود برگزار نمی‌شد و حالی که داره برگزار میشه من تئوریشو گذرونده بودم، وقتش بود که عملیش ثبت نام کنم و خب خوشبختانه شد. این مدت من از ساعت 7:30 صبح تا ساعت 3 و قراره که اونجا باشم شرکت کنم و به همین دلیله که باید یه سری مواد غذایی رو به خودم ببرم. و از اونجایی که فردا ساعت 6 صبح بیدار شدم کارامو بکنم، گفتم که نمیشه همین کارو با هم کرد. الان وعده‌های غذایی آماده می‌کنم که یکی از وعده‌های قشنگ غذایی این فایت‌های مرغه، میتونم با پلو بخورم اونجا. خلاصه که این مرغه قراره این مرغه کلشو من تقریبا آماده کنم، کلی زیاده آماده کنم برای وعده‌های نهاری که اونجا هستم. پلو هم میذارم تو پلو پز. الان با من همراه باشین. ایشون رو که در بک‌گراند رو می‌بینید، ایشون پروپوزال دارن، دوشنبه دفاع و دارن میخونن. من مثلا خب قراره که امروز که این مرغا رو نواری میکنم چون برای فایت‌های مرغ بعد نواری بشه. همسر جان چای برام گذاشتن بزنیم به بدن و یه گپ و گفتی کنید راجع به اینکه چقدر همه چی و اینستاگرام و فضای مجازی آسون نشون میده. مثلا همین میل پرپ به معنی آماده سازی مواد غذایی میان وعده‌ها و وعده‌های روز هست. خیلی کار دشواری. فکر نکنید کار آسون. اصلا کار همین داره میخونه، من دارم قاطی میکنم. اصلا کار آسون نیست. جدی میگم. شما حساب کنید یه عالمه مواد غذایی رو توی یه روز بخواید آماده کنید خیلی سخت. بعد تازه مواد غذایی که خراب نشه. اینم باز خودش فکر میخواد که چه مواد غذایی باشه. ببینید به این صورت نواری در بیاره. مثلا آدما فکر میکنن که گربه اونجا رو نمیدونم شاید کثیف کردن میبرنشون، بعد یه جای دیگه میذارنشون، دورشون میکنن از محیطشون. خیلی ناراحت کننده است واقعا. گربه ها ما امروز ندیدم. بعد غذا که براشون گذاشته بودن گفتن آره خوابن، اومدن برگشتن دیدن اصلا نیستن، چون اصلا خورده نشده بود. اینجوری نیست. بچه گربه به یه جایی که اعتماد میکنن واقعا هم اونجا چیز میمونن تا بزرگسالی، بعدش که مثلا یک کم شجاع‌تر میشن. نمیدونم همسایه کسی. الان تخمه گشنیز، پودر پاپریکا و سیر و خیلی کثیفه روغن زیتون میزنیم داخلش، قشنگ مخلوطش میکنیم تا بمونه با هم. خب همونطور که میبینیم این قسمت ما پیاز خلالی، من بنفش بیشتر دوست دارم، به علاوه فلفل دلمه‌ای، حالا من قرمزش رو ریختم، میریزیم داخل مایتابه. روغن اضافه نمی‌کنم. خب روشن نمیشه، بذار بریم روشنش کنم بعد برگردم. خب ماجرا روشن شد. من اینجا مرغی رو که نوالی چیز کرده بودم، برش داده بودم، مزه‌دار کرده بودم، در این حجم قاطی کرده بودم. ببینید میخوام به موادم اضافه کنم. امیدوارم که اوکی موفقیت آمیز بود. حالا دوستان درشو میذارم. چرا درشو میذارم؟ بهم اعتماد کنین پیاز با این مرغا خودشون میپزن، با آب مرغ و اون روغن زیتونی که روش زدم و مغز پخت میشه. من از پلو پز استفاده میکنم برای برنجم و بدون روغن. نه کمشه بدون روغن. چقدر تمیز. اصلا باورتون میشه حواسم نیست. خیلی تمیز کنید. نوی دستم کنم بدن نره. خب قاشقا بردم چون قاشقای چوبی نمیدونم چرا نیستن برای ادویه ها. بهش نمک اضافه میکنم و میره که بره برای خودش بپزه. بچه خوبیه، برای خودش میره میپزه. چه خوشنگ شده. ضبط کردم تا با باشه خورده قاطی بشن. بعد خیلی خوشمزه تر میشه. این برای امشبه کوکوی سیب هست با کدو. قرار بذارم ایرفرایر رو میذارم خوب بشه. خب امروز روز اول دوره هست و من صبح بیدار شدم ساعت 6 دوش گرفتم و الان هم میخوام نشون بدم که چی دارم میخورم برای رفتن و چی دارم میبرم. البته چی دارم میبرم که گذاشتم توی ساک، الان نشونتون میدم. ولی چی دارم میخورم الان بهتون میگم. این وضعیت اینجاست. اون وضعیت ساک دهنباد منه که دارم هنوز وسیله میذارم توش چون گفتن همه چی ببرین. اینا وضعیت قهوه‌ای که میخوام درست کنم. طبیعیه استرس دارم. نمیدونم رو چه خبره. استادا کیه؟ البته استادا میدونم استادا کی هست.
55 دقیقه است من دارم تخم مرغ 3 تا میخورم. قابل توجه دوستانی میگن چجوری تخم مرغ میخورم. سلام، از روز 4 نمیشه گفت ولی روز 4 دوره هست و امروز قراره که بریم تئوری رو توی مجموعه کنفرانس از اصول میایم بیرون. اصولی هست که ما توش در واقع دوره مربیگری رو می‌بینیم. امروز روز یکی مونده به آخریه و تقریبا باید الان جلو تئوری ورزشی و میریم جایی که کنفرانس دور هست با صندلی با تجهیزات خوشبختانه تئوری رو میگذرونیم. خب این غذای صبحونه، اینم همینطور. نارگیله کره نارگیل، چون من یک مقداری معده‌م اذیته، نارگیل خیلی حالشو خوب میکنه. یک فلاکس قهوه و این هم که همتون نشون میدم مطمیل یا بعد نهار یادم بهتون نشون بدم. اون فاجیتای مرغ، فاجیتا بعد بهش میگم فاجیتای مرغ، نمیدونم کدومش درسته. اون تموم شد، خیلی خوشمزه. من طول روز خوردمش، یعنی توی طول هفته. و این هم از مرغ آبپز با زعفرون و قارچ تفت دادم و به علاوه مونده برنج خوشمزه مامان. اینجوری اسم تجهیزات میریم با تجهیزات. این قسمت از آشپزخونه رو خورده شلوغ کردم، خودم به دلم ننشسته. دیروز جعدگی خوشگل مامان رو آوردم این قسمت، ولی خب قراره که یه فکری بکنم به حالش. اون قسمت که قطعا ماگ باشه، اون قسمت بالا نمیدونم میکنم جعدگیه یا خورده اضافه شد. خب اینی که میبینین من پودر پروتئین ویو داخل اوتمیلم ریختم، از یکم شیر داره ها، ولی من پودر پروتئین ویو قاطیش کردم که اونجا میبرم یه ترکیب چیز داشته باشم، خوب داشته باشم. این از اینم که تخم مرغای هر صبح منه. و میرسیم به بحث اصلی. قهوه رو آماده کردم که با خودم ببرم، آبم که اینجاست و واقعا میدونم چیز خیلی کثیفه آشپزخونه. اینم که جزوه‌مو دارم میخونم. سلام، امروز روز آخر دوره هست و چیزی که راجبش هست اینه که امتحان بعد برم. امروز امتحان کوپر دارم دیگه، امتحان عملی تئوری دارم، امتحان همچنان چون دیروزم امتحان دادم اینجا قبلش برای خودم یه درستان این امتحان تست تیو و تست شاتل و سیتاپو دیروز دادیم و برپی. امروز قراره که پلانک و باقی موارد رو بگیریم. خب بنابراین خیلی تایممون رو بگیره چون هم پلانک داریم هم انعطاف داریم. من برای شروع از قبلش یه لیوان آب ولرم خورده بودم، الان یکی دیگه میخورم. خب بهتون میگم چیزی که من راجع به این مسابقه، راجع به این دوره دوست داشتم همین بود که ما علنا درسته توی مدت کوتاهی میریم دور میزنیم، ولی این نشون میده که اگر کسی عقب بمونه، یعنی واقعا هم کافی نیست که دانش و فیزیولوژی کافی نداره برای مربی شدن و نیازه که اول به قول شاگردی بکشه. تو این دوره خیلی هستن که واقعا حالا من نمیخوام قضاوت کنم در جایگاه نیستم، ولی خب از نظر ترکیب بدنی، از نظر فیزیولوژی، از نظر عملکردشون، از نظر آمادگی جسمانیشون خیلی خیلی متفاوتن، با مورد فاصله دارن با یه مربی. بنابراین خب نیازه که این تلنگر بهشون بخوره. به نظرم که شما هنوز آماده نیستید برای اینکه یک نفر دیگر رو کوچ کنید. ولی خب متاسفانه خیلی خودشون آگاه نیستن و شاید کافی میدونن که مثلا تو اون دوره شرکت کنن، هر جور شده بیان بالا و میرن برای بخشی دارن میرن برای خودشون باشگاه میزنن و واقعا چون مربی خودش یک نوع پرورنده هست، اینو خلق کننده هست و اگر به جای خدایی نکرده، به جای اینکه در جهت خوبی پرورش بده یوزرشو، در جهت آسیب پرورش بده که هیچی دیگه اون طرف اصلا بعد بعدشو بذاره ببوسه کنن. یه چیز دیگه خیلی جالب بود برام که یه خانومه هست، این خانومی تقریبا اضافه وزن بالایی داره، آسیب داره، خودش دیسک کمر داره، حساب تمرینی نداره، فقط رفته ایروبیک به علاقه من شده که بیاد مربیگری بگیره و یعنی از روزی که شروع کردم گفتم این خانم شاید اصلا استاد بگید که نیا، ولی جالبش اینجا بود که دیروز امتحان برپی داشتیم، قدیم خانم رفته بود. حالا من کاری ندارم که آره واقعا
درست نیست با این حد تمرین و دانش وارد قضیه مربیگری بشیم، ولی این خانم دیروز قشنگ برپیشو 15 تا زد. من حتی یه دونه برپی درست هم ازش ندیده بودم روز اول، ولی ایشون تمرین کرده بود با اضافه وزن بالا، به قولن آسیبایی که داشت. ولی میخوام یه حرفی بزنم، میگم که واقعا کسی که بخواد میتونه با هر سنی، با هر تیپیکال بدنی. ورزش واقعا برای همه است، اصلا مال یه قشری، مال یه تایپ بدنی نیست. این یه زمانی حتما یه زمانی همه به نتیجه میرسن. درست ورزش کنیم، قرار نیستش کنم من با خواهر نگرد. ساعت الان همونطور که مشاهده میکنین ساعت 2:05 هست و دوره من بالاخره تموم شد. یک دوره 6 روزه بود. ای کاش من اونجا به یکی میگفتم ازم فیلم بگیره، ولی خب نمیدونستم اجازه میدن یا نه. بعد خیلی هم استرسم بالا بود، همین اصلا یادم نموند. بنابراین میخوام یه گزارش بهتون بدم، ان شاء الله میذارم چی من میذارم براتون، به قولن براتون میذارم که چند رکورد زدم. خلاصه که پلانکو 4 دقیقه و 25 ثانیه نگه داشتم. دور و 10 دور باید دور زمین میچرخیدیم و من 19 دور زمین چرخیدم توی 12 دقیقه کوپر، تست کوپر. و شنا هم 49 تا توی فکر کنم 30 ثانیه 40 ثانیه زدم. الانم برگشتم میخوام فیله بخورم چون که واقعا نیاز داره بدنم. خیلی ممنونم که توی این 6 روز همراه بودین. کلی قدردان حضورتون هستم.